این هفته خبر تو خبر داره براتون از سوت بلبلی عظما در تاریکی و دست و پا زدنش برای روحیه دادن به بسیجی ها. رهبر معظم انقلاب در این دیدار تاکید کردند این انقلاب و نظامی که به وجود آمد این از اول با دشمنی‌های سخت مواجه بود. حالا به این هارت و هورت‌های این بابایی که تازه آمده در آمریکا نگاه نکنید. اینها جدید نیست، اینها از اول بود. این هم نمونه ای از پاسخ ولایی به هارت و پورت‌های دشمنان. سید علی در حال داره واسه دنیا شاخشونه میکشه که حتی پای حرفای خودش هم نمیتونه وایسته. یه آتش به اختیار گفت بلا گفت. ببینید حالا نوچه‌هاش چطوری افتادن به مال کشی. من احساس می‌کنم سوال ایشون اشاره داره به این تعبیری که اخیراً حضرت آقا فرمودن. حضرت آقا چی فرمودن؟ بحث آتش به اختیار. تو فضای مجازی چه قوقایی، چه سایت‌ها، تو ماهواره‌ها، تو شبکه‌ها چه قوقایی که این بحث داره خودسری ایجاد میکنه، این بحث اخلال ایجاد میکنه، این بحث دیگه هر کسی اسلحه برمی‌داره زود را می‌افتاده خودش بکشه. خیلی غلطه. کی هم چه حرفی زده؟ کدوم مرجع تقلیدی هم چه اجازه‌ای میده؟ آتش به اختیار یعنی امر به معروف و نهی از منکر. عظمای بخت برگشته میخواست با آتش به اختیار نظامش رو سر پا نگه داره، اما اینطور که پیداست خودش در حال چپ شدنه. حالا همه این حرفا در حالیه که به قول خودشون مادر تحریمات تصویب شده و داره مادر نظام رو به عزاش میشونه. تحریم حالت اون آمریکایی‌ها چند هفته پیش بمبی انداختن در افغانستان، گفتن این مادر تحریم ها بود، این مادر بمب ها بود، این مادر تحریم ها هستش. به این معنی که بسیار گسترده است. از اون طرف دلواپس‌ها افتادن به جون شیخ فری که چرا خفه خون گرفتی و در برابر این همه پس کردنی ساکتی. و من انتظار دارم که کشور ما در طول 24 ساعت آینده از رئیس جمهور محترم ما 2 تا پاسخ رو بشنوه. نظر ایشون در مورد موشکبارانی که نیروهای دفاعی ما علیه تروریست‌ها انجام دادن، نظر صریح ایشون چیه به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور؟ دومی که نظر ایشون در مورد تحریم‌ها چیست؟ شیخ فری خودش فکر میکنه استارت رو خوب زده، اما تو سینه کش بحران‌ها بد جوری کم آورده. این پاسدار تروریست بخت برگشتم تو این هیروویر نگران ریشه‌کن شدن نظامه. جنگ نفر به نفر، نفس به نفس، ایمیل به ایمیل، جیمیل به جیمیل، واتساپ به واتساپ، گوگل پلاسیه. تصرف عقول و قلوب شروع شده. آقا میفرماید شما بدریون بدر کبرایید. آقا میفرماید در شرایط کنونی ابتکار عمل رو در دست بگیرید. رفقا باید انقلاب تیکاف کنه. یعنی این توبه میری دیگه از اون توبه میریانی رفیه. آقا میفرماید در پیچ مهم تاریخی تو پیچ طرف تو میره چپ میکنه، تو پیچ میپیچونه نمیاد. ما تو 40 سالگی انقلابیم و وارد دهه 50 داریم میشیم. باید انقلاب یه تیکافی بکنه. دشمن نقشه کشیده ریشه رو بکنه، اینا بیان کندن ریشه رو، تهش هم نمیدارن چیزی بمونه. آخه ابو طیاره ولایت رو چه به تیکاف، این چارچرخش حواس بابا. این پاسدارا در حالی دارن برای بسیجی‌ها نسخه کار شبانه روزی میپیچن که خود بسیجی‌ها حسابی قافیه رو باختن و حرفشون اینه که از هر طرف که میرن میخورن به دیوار. آقا یک سوال اورژانسی داریم ما اینجا. گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ماندگاری خواهش میکنم به دادم برسید. چی شده؟ ایشون توضیح میدن که امروز که بیش از نصف روزهای ماه مبارک رمضان گذشته، من حتی نتونستم روزی یک جز قرآن رو هم مرتب بخونم.
فکر کنم الان جزء ششم باشم، در حالی که در سالهای گذشته توی همچین روزی من 1 بار ختم قرآن کرده بودم. دلیل این عقب افتادگی رو هم خودشون میدونن. گفتن خودم میدونم حضور زیاد در فضای مجازی. یه وقت فکر نکنید که من توی سایت های نامناسب و گروه هایی که هدفی جز وقت گذرانی ندارن حضور دارم، و نه، من بیشتر وقتم در این ماه صرف بحث و جدل توی گروه های مجازی با کسایی میشه که یا دین رو قبول ندارن، یا به احکام اشکال میکنن، یا با جمهوری اسلامی زاویه دارن و ماشاءالله هم هر روز یه حرف تازه دارن و اصرار دارن با تفسیری که خودشون از اون مطلب دارن به تمام ارزش ها حمله بکنن و حتی بعضی از احکام دین رو هم منکر بشن. صادقانه بگم که با این همه وقت گذاشتن هنوز نتونستم حتی 1 نفر رو هم در این موضوع قانع کنم. شما بگید من باید چی کار بکنم؟ این هم یه تصویری نمادین از بسیجی‌ها و سراب اقتدار. دو کلمه هم از پاسدار سبزوار رضایی بشنویم که آسمون و ریسمون رو به هم میبافه تا دل بسیجی‌ها رو به دست بیاره. اینا از این ترقه بازی ها میخوان امنیتی که تو کشور هست و مثل یه بهشتی میمونه تو دنیا. حتی امروز حتی فرانسوی ها و آلمان ها غبطه میخوردن به امنیتی که ما در 5 سال اخیر داشتیم. اینا این امنیت رو میخوان ولو شده با جنگ روانی، اگر نتونستن کاری بکنن با جنگ روانی میخوان امنیت رو به هم بریزن. اینجا باید خیلی با خونسردی عمل کرد. هوشیاری و خونسردی هر دو مهمه. این هم نمونه ای از عملکرد خونسرد بسیجی‌ها برای مقابله با دشمنان. تو روزایی که عمق استراتژیک نظام تو سوریه بدجوری قراضه شده، تنها کاری که برای عظما مونده همین جنگولک بازی ها و نمایش های محوه. عنتری نژاد هم که زمانی دایه مدیریت جهان رو داشت، حالا از اونجا رونده و از اینجا مونده، زده تو خط روزخونی تا همه چیز رو از صفر شروع کنه. یک التهابی، یک قصه‌ای، یک غم سنگینی در دلها افتاده است. طبیب برای امام شیر تجویز کرده است. گفت شیر بیارید شاید اثر کند. بچه‌های شهر، کودکان و جوانان کاسه های شیر رو برداشتن آوردن. همه گریانن، همه نگرانن، دور خانه امام حلقه زدن که ناگهان فریاد بلند می شود و روح ملکوتی امام. این عنتری اون روز که دور برداشته بود و تخت گاز میرفت باید حساب یه چنین روزایی رو هم میکرد. البته این بزبیاری ها سرنوشت همه رئیس جمهورهای نظام ولایته. شیخ فری هم هنوز دور دوم رو شروع نکرده، توسط ولی امرش سکه یه پول شد و همه به ریشش خندیدن. آقای رئیس جمهور هم تو صحبتشون مفصل پرداختن به مسئله اقتصاد و کارهایی که باید انجام بگیره. خب البته ایشون مواردی رو ذکر کردن که باید این کار بشه، باید این کار بشه. مخاطب این بایدها کیه؟ خود ایشون. یعنی این بایدها رو هیچ کس غیر از خود آقای دکتر روحانی و تیم کاریشون در دولت 12 هیچ کس دیگه یعنی قالب این کارها رو، حالا بخشیش ممکنه به مجلس یا به قوه قضاییه یا به بعضی جاهای دیگه ارتباط پیدا کنه، اما عمده‌اش کارهای خود مسئولی.
این هم یه تصویر شماتیک از تشویق عظما و آخر عاقبت شیخ فری. گرگی از مازندران یا ابوالفضل یا حسین وی خاله با جوره. بله ورزشکار از مازندران میره مثل موشک میره. بله میخوره درو. حتی اسم منحوس خامنه ای هم تو زبون بچه ها نمیچرخه، چه برسه به رسمش. خامنه ای ساکت. خامنه ای درست بخونش. خامنه ای خامنه ای خامنه ای ساکت. تو هفته‌ای که گذشت قضیه ممنوعیت ورود زنان به استادیوم برای تماشای مسابقات والیبال هم داغ بود و همه یاد این افاضات بوفالوی نظام علم‌الهدی افتادن که کم مونده بود سر این قضیه قبض روح بشه. ورزش جریان مقدسی است، حتی ورزش قهرمانی مقدسه، چون مشوق نسل جوان به سلامتی و ورزش به حفظ الصحه است. اما اگر بنا شد در کنار این اجرای برنامه ورزش قهرمانی یه عده دختر و پسر جمع بشن، یه عده دختر و زن هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سود بکشن، به هوا بپرن، این میشه ابتذال. این که از مطرح شدن این خبر اینطوری زنجیر پاره کرده، وای به حال روزی که واقعیش رو ببینه. It's just a game. Look, it's just a shark on the screen. It's just a game. یادمون رفته این علم‌الهدی واسه برگزار نشدن کنسرت چه جلز ولزی میکرد. اونم تو روزایی که جام زهر کاری کرده که خود آخوندان به خوانندگی رو آوردن. شادی کنید تولدت مبارک، تولدت مبارک، پسر قند اصل، دختر قند نبات، به سلام بر شما، سلام سلام صد سلام به روی ماه شما، به نور چشم بابا، به نور چشم مامان، بوسه بزن به دست مامان و بابا نازنین، به مهربونی تو صد تا هزار آفرین، مبادا 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 در روی اوه یاجی پا خیلی جبگیر شدی بابا. بازم دلقک خمینی و خاطری از واکنش مردم به آخوندهای مفتخور. یکی از علمای قم نقل شد که آیت الله مرعشی، نجفی مرعشی بود، تابستون یه ماشینی گرفت که برد یکی از روستاهای قم. یک نقل شد که زن قومی رسیده گفته خوش به حال شما آخوندا، زمستون میاد قم، هوام که داغ شد میاد تو روستا، ما بدبختا با آب شور قم رو بخوریم و هوای قم رو تحمل بکنیم. حالا بریم یه سری به تازه ترین دستاوردهای اقتصاد مقاومتی بزنیم. این شما و این چادر نظری. طرح ملی نظر حجاب در 25مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم برای تعویض چادرهای کهنه با چادرهای نو در رواق غربی مصلا اجرا می شود. طرح به این گونه است که خانوما یک چادر مستعمل و در حالا مدلش فرق نمیکنه برای ما میارن با مبلغ 49000 تومان و چادرایی که داریم و دانشجویی با پارچه قواره‌ای به خانوما میدیم. این شما و این حماسه دیگری در عرصه تولید خودروی دولتی. روی ملی با سیخ روشن میشه، آقا با سیخ خاموشش کن دوباره. خدا وکیلی فوق امنیت طلب کردن آقای روحانی. تازه این که چیزی نیست،
میلگردهای تولید شده در اقتصاد مقاومتی رو ندیدید؟ توپ داغونشون نمیکنه لامصبا رو. در عرصه محصولات غذایی هم حرفای جدیدی برای گفتن هست. استفاده از پنبه به جای گوشت در آش حلیم. گوشت این گوشت نیست عزیزم، پنبه است. یک تیکه پنبه از توش در آوردم، شستم اینا رو از تو این در آوردم، الان خوش شده قشنگ داره تبدیل میشه به پنبه. حالا میخوایم کل حلیمو که تازه کشف کردیم و بریزیم اینجا. این گوشتی بود که آقایون زحمت کشیده بودن بخوریم و بدنمون قوی شه، ویتامین دار بشه. یعنی توی 1 کیلو حلیم شما یه 2-3 تا تیکه انقدی گوشت میخوری. البته که گوشت نیست، میکنید پنبه است. نخ پنبه، این گوشت نیست. نکنید چون خوردش میکنن، پودرش میکنن، میره توی حلیم، رنگم میگیره به خودش، شما نمیفهمید. همین جوری که پیش برن احتمالاً آرشگری هم اینجوری میشه. در پایان توجه شما رو به یه داب اسمش جالب و استثنایی جلب میکنیم. اصلا یه جوری اجرا کردن که انگار این ترانه از اول برای چنین موقعیتی خونده شده بوده.